پس از مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در آخر ماه اپریل، روز 1 می یک ساکن شهر اسفره از جانب قرقیزستان با گمان عبور غیرقانونی سرحد بازداشت شده در بازداشتگاه کشور همسایه به سر میبرد. بهاوالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره در نشست خبریش گفت که نفر بازداشت شده ساکن 50 ساله جماعت چیلگزی سید مراد ایشانوف است. ساکن جماعت چیلگزی در جمهوری قرقیزستان قرار دارد. رسوی نزدیک قراری جمهوری قرقیزستان قراری سود نسبتی این شهروند چی میشد به توصیه میرسد و ما فکر میکنم که به ما گفته شنیدم ایستادیم این شهروندان نیست که آزاد کنیم. خیلی شهروند خودش به یک عنوان غیر قانونی سرحد عبور کرد. روز 19 ایول وقتی به حوالی سید مراد ایشانوف رفتیم، پیوندانش در این باره نخواستند ویدیویی صحبت کنند، ولی در صحبتی حضوری گفتند که اولی همین ماه نسبت او حکم دادگاه برآورده شد، اما نسخه حکم به پیوندانش داده نشده است. سید مراد ایشانوف در صحبت تلفنی به نزدیکانش گفته است که باید یا 55,000 سامانی جریمه سپارد یا 1 سال زندانی شود. نزدیکانش میگویند او با مردکاری روز میگذراند و توان سپاریدن چنین مبلغ را ندارد و بنابراین مجبور است تا ادای حکمش آنجا نشیند. ولی در همین حال از اداره جماعت چیلگزی به رادیو آزادی گفتند که با مقامات محلی ولایت بادکن در تماس هستند و با اعلان شدن عفو قرار است او را به زادگاهش برمیگردانند. سید مراد ایشانوف روز 1 می همین سال در نزدیکی محله دوستی دهه باغستان شهر اسفره که با دهه روات جماعت قراباغ ولایت بادکند همسرحد است بازداشت گردیده است. قبلا قابل جان عظیموف برادر سید مراد ایشانوف در صحبت به از پلیس گفته بود که او از دهه چیلگزی به دهه مرزی باغستان به دیدن کودک نوزادش رفت، اما شهروندان ملکی قرقیز او را بازداشت کرده به پلیس این کشور سپردند. نظری رسمی جانب قرقیزستان به این قضیه معلوم نیست. بازداشت ساکن جماعت دهات چیلگزی از سوی مقامات پلیس کشور همسایه در حالی است که تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز جنگ 28-29 اپریل گناهکار میکنند. بنا به اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته و 87 کسی دیگر زخمی شدند. قرقیزستان از کشته شدن 36 نفر و زخمی شدن 182 نفر در این درگیری ها خبر میدهد. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.